تو یه خونه یه زن قابله، 2 خانومی که موقع زایمانشون بود میخواستن وضع اهم کنن، بچه‌شو به دنیا. میگه بعد از اینکه بچه به دنیا آمد، این زن قابله از شدت درد این مادرها قاطی کرد. یه دونه پسر بود، یه دونه دختر، ندونست پسر برای کدومه، دختر برای کدومه. این 2 مادر دعواشون بالا گرفت. اون گفت پسر برای منه، اون گفت پسر برای من. اینم میگه من نمیدونم چه کار بکنم. گفتن خب میریم پیش خلیفه وقت. اومدن پیش خلیفه وقت دومی. گفت نمیدونم. گفت قرعه بندازی. یعنی چی قرعه بندازی؟ گفتش که چه کار بکنیم؟ گفت من دیگه عقلم قد نمیده، پاشید بریم پیش امیر عوالم، امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینا رو من دارم میگم، اونا نمیگفتن امیر عوالم میگفتن. اومدن پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام. یا علی، داستان اینه، هر 2 مادر سر پسر دعوا دارن و ادعای تصاحب کردن، کسی دختر رو گردن نمیگیره. حالا جماعت هم ایستادن، مردم هم ایستادن، امیر المؤمنین میخواد قضاوت بکنه. امیر المؤمنین گفت برید یه ترازو بیار. ترازو آوردن. برید 2 کاسه بیار. کاسه آوردن. رو کاسه ها خط زد، مشخص کردش. گفت این کاسه رو بدید به این مادر، این کاسه رو بدید به این مادر. کاسه ها هر 2 تاتون از شیر پر کنید. این 2 مادر از شیر خودشون پر کردن کاسه رو. گفت کاسه رو بذارید رو ترازو. گذاشتن رو ترازو. یه دونه از این کاسه ها سنگینی کرد بر اون یکی کاسه. امیر المؤمنین کاسه‌ای که سنگین‌تر بود برداشت. گفت این برای کیه؟ خط خورده روش. مادر دست بلند کرد، گفت اینو من پر کردم. گفت این رو بگیر، تو صاحب پسر هستی. گفتن چرا؟ گفت به خاطر این که خداوند در شیر پسر، به خاطر وجود و شکل و شمال و استخوان بندی پسر که سخت‌تر از باید با مشکلات دنیا دست و پنجه نرم کنن نانآور خانه است، شیرش رو خدا سفت‌تر و سنگین‌تر و سخت‌تر قرار داده تا شیر دختر، و این شیر سنگین‌تره و تو صاحب پسر هستی. همه قیام کردن، گفتن اشهد بالله، اقسم بالله والله، اشهد ان علی ولی.